سلام علیکم دوستان عزیز. خوب ما آمدیم در درس هفتم کورس CSS من. این درس بک‌گراند هم می‌ذاریم. این درس خوب می‌آید. خوب در اینجا یک کانتنت داریم، دیگه چی نداریم. خوب در اینجا من درس پیشین یک سدان کتابم از بک‌گراند یعنی فون خیلی بک‌گراند هم میشه که دوستان ما بک‌گراند نویسیم. پروستا بک‌گراند می‌نویسیم و در اینجا نه ایمیج نه هیچ نمی‌نویسیم. پروستا URL می‌نویسیم. صورت ما میگیریم چطوری که اگر گذاشته باشیم درس ما صورت میگیریم در کجا بود 33 توچکا PNG. خب وقتی ما صورت گرفتیم من یا صورت ما چطوری میگیم برآمد. بعد از اون میتونیم که پروستا یکم کلرش دیم. من اوایگم کلرش دیم. اگر اینجا ایمیج باشه که ابسولوت کوستیون نمیشه. با این ریپیت در کره یعنی که نو ریپیت کردن در کره پروستا ایچ شما میگیم نو یعنی که نو ریپیت یعنی نو ریپیت میکنیم گم میشه. با میتونیم هم خیلی میتونیم باز فونت سایزش دیم یعنی که که مقصد فیکسیت من فیکسیت چم میتونیم بتیم یعنی فیکسیت که داریم ما اینجا میگیم 3000 نفر پیکسل درازی گیره. من این خیلی وقتی ما میشکریم بریم صورت در جوش استراگه یعنی چند فونکسیون ما پروس بک‌گراند نویسیم میتونیم که دنباله میکنیم و این قدر چیز زیاد ننویسیم. خب بک‌گراند هم میگذاریم. بک‌گراند درس ما بک‌گراند بخشیم بوردر هم میگذاریم. بوردر یکم فونکسیه که اوسونه یعنی اودیه من بسیار استفاده میبرم یعنی بوردر منویسیم سولید منویسیم بعدا سولید ما مثل قوسی خط میگیم. سولید این خودش خطی راسته یعنی که خیلی بگیم من این خیلی خطی راسته یعنی 4-5 خطی راست خط میشن تیره نقطه من با فکر میفهمدیم درشه این سولید خطی راسته. خب قوسی خط ما مثل نپریمیر بیتیم 2 پیکسل باز میتونیم یکم رنگش بتیم نپریمیر یکم رنگش میتیم رنگی من نمیدونم چی رنگی که پروستا روی میمونه. من این خیلی یک رنگ گرفت و این خیلی فونکسیون رو من بسیار استفاده میبرم و شما میتونید استفاده کنید. مثال هسته دوتد من استفاده بردگیمش در سایت کردم. من این خیلی نقطه خطی میشه. من اینجا در سایتم آوردم یعنی یک چند نمونده شد. من این خیلی نمونده شد. شما میتونید که پروستا از اینجا نامش گیرین و در سایت اختان یعنی مونن کورکن این پروستا در CSS و در رامکا یکی میتونید دیگه اگه خود سایت دیگر گرفته این چیزا استفاده برین. خب این اگر فهمیده باشین پس ما مگذاریم با دیگه نمودشته با میتونیم پروستا ما بگیم که بک‌گراند یعنی خیلی بک‌گراند بوردر یعنی توپ یعنی سینی بالا میگیم. از سینی بالا یعنی نپریمیر 5 پیکسل قوسی بگیره. همون ستیلایی که در این بالا بیش داریم میتونیم در یه معمولا خرید کنیم. من این اول سولید میکنیم. خب سولید کردیم. من قوسی بعدش دادم. من وقتی اینجا پروستا سولید می‌نویسیم و می‌بینیم که در براوزر یعنی 5 پیکسل خط برآمده. با همین خیلی میتونیم که باتن بنویسیم و باز میتونیم که نپریمیر باتن یا لفت بنویسیم یا رایت یعنی چند نمون میشه یعنی چپ راست بالا پایین. خب میگذاریم دیگه نمونشه. باز میتونیم که هم خیلی بوردر کالر بنویسیم یعنی بوردر کالر یعنی یکم نمودی رنگ میتش ما رنگی فون وارد دادمش من بینیم گم شده یعنی که گرفتگیه سیاش کنم بینیم من سیاشید یعنی که ما رنگی سیاش دادیم کالر. این فونکسیه که من نویساندم اینها به مثل همین یک چیزی که ما نویسیم همینه
یعنی اینا را شاید استفاده بودن همونه که وجود داره. باز ما یک چند نمود دیگر هم میتونیم که کالا را بتیم. من просто копировать میکنم استایل میکنم. من این خیلی یک طرفش دیگر رنگ میوید، یعنی 4 طرفه ما میتونیم که 4 نمود رنگ بتیم. این طرفش سبز، این طرفش سبزی خیلی روشن، یک طوری هم خیلی این خیلی هم میتونیم که بتیم. خب این درس من درسی بوردر بود و همین قدر فونکسیا داره، این دیگر قدر زیادی نیست. خب تا درس دیگر در پناه خدا خواهد.